أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصغائر برید الکبائر. گناههای خرد پیشگذری خبردهی گناههای کلان است. و اضر ما یخاف علیک. از همه چیزی که برایت خطرناک است، یعنی که بسیار خطرناک است، محقرات الذنوب، سبک گرفتن و ناچیز شمردن گناههای کوچک یا که گناههای خرد. گناهایی که خرد است، اینها رو وقتی اجرا کردن این گناههای خرد، اینها رو ناچیز دانسته کردن، یعنی که از این چیز هیچی نمیشود، من گناه کوچک رو کنم و جای بیارم، گناه خرد یگان ضرری ندارد. این از همه چیزی خطرناک برای بنده است. لأن الكبائر ربما استعظمتها فتبت منها. زیرا بسیار وقت تو گناههای کلان رو گناه میشماری و پس از اجرا کردن گناه کلان حتما توبه میکنی، در رو توبه میکنی که تا اینکه از رحمت الله، از فضل کریم الله در این دنیا و در آخرت دور نشوی. و استحقرت الصغائر فلم تتب منها. ولی گناههای کوچک را، گناههای خرد را سبک میشماری و به آنها توبه نمیکنی. این یکی از خطاهای ذهنی است، یکی از خطاهای مفکوره خطا است. مسلمان باید هوشیار باشد، مسلمان باید با میزان فکر کند، میزان عقلی، میزان شرعی فکر کند، عملهایش رو هم به میزان شرعی قیاس کند و کدامش معقول باشد، کدامش منطقی باشد، کدامش با شریعت موافق باشد باید عمل کند. بله، هنگامی که گناهی کلان میکنیم، الله محافظه کند، حتما در رو توبه کنیم. لیکن گناه خرد هم وقتی که کردیم، در پسش حتما در رو چی کار کنیم؟ یک کار خیر کنیم و توبه استغفار کنیم که از این گناه چی شود؟ قلب ما پاک شود و از رحمت الله دور نشویم. بله. فمثالک کمن وجد اسدا فخلصه الله منه. حال تو، مثال تو مثل یک شخصی است که به شیر، به حیوانی که درنده، حیوانی که جسور است، روبرو می شود. فخلصه الله، خداوند او را از شیر نجات می دهد. که شیر در اینجا تشبیه، تمثیل کرده شده است که امام رحمت الله علیه شیر مانند گناه کلان. از گناه کلان الله بنده را نجات میدهد. فوجد بعده 50 ذئبا فغلبوه. ولی بعد از آن نجات 50 گرگ به او حمله میکند. 50 گرگ به معنایی که 50 گناهی خرد حمله میکند و او را میکشد. یعنی که انسان به ایمان از دنیا میرود، یعنی که انسان در این دنیا یا که در آخرت از رحمتی، از فضل و کرم الله، از جنت محروم میشود. با سبب چی؟ با سبب گناههای خرد، با سبب گناه کلان نه، با سبب گناههای خرد. انسانایی میشود که با سبب گناههای کلان از رحمت، از جنت، از فضل کریم الله دور میشوند. بله، لیکن اکثر انسان ها میدانند که گناه کلان بلا را، یک آفت را برایش میبرد، در رو دور میشوند، خود را از این گناه های کلان دور میکنند. عائله خود را، فرزندان خود را، طلبای خود را، خویشاوندان خود را، برادران خود را، خواهران خود را از گناه های کلان حتما دور میکنند. لیکن گناه مایده باشد، یعنی هیچ گپ نمیشود، اینا دوام ده، هیچ گپ نیست، گناه کلان نمیکنی، گفته ترک میکنی، مایده میشماریم، پس میشماریم. لیکن برعکس در آخرت یک گناه میشود که مثل از شیر هم بدتر، ضرر از شیر، از گناه کلان هم به انسان با خطرش یعنی که بزرگتر است. باید هوشیار شویم. قال الله تعالی، خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. یعنی که در این آیت الله متعال میفرماید که شما این تهمت را زبان به زبان میگردانید و چیزی که درباره اون چیز یگان معلومات ندارید به زبان میبیارید و اون چیزی که به زبان آوردید و معلومات ندارید این را ناچیز میپندارید. لیکن در حالی که در نزد الله این یک چیزی و عند الله عظیم، چیزی که شما به زبان میبیارید، غیبت میکنید، افترا، تهمت میزنید، یک فریب و نیرنگ میکنید که یک فکر میکنند که انسان ها فریب و نیرنگ یک مهارت است، یک کس فکر میکنند، لیکن برعکس است. و تحسبونه هینا، اون چیزی که به زبان میبیارید و این چیز را چیز خرد ناچیز میشمارید، لیکن در نزد الله این چیز بزرگ است. یعنی که عملهایی که، گفتارهایی که میگوییم یا که میفهمیم، این را باید به میزان شریعت،
به میزان خداوند مانیم. در نزد الله بزرگ باشد، در نزد ما هم باید بزرگ باشد. در نزد بنده ها بزرگ و در نزد الله خرد باشد. ما در نزد بنده یگان قدر قیمت ندارد که این چیز خواه کلام باشد خواه خرد. ما اصلا میزان شریعت را، میزان الله را در اولیات خود ترتیب دهیم. الله متعال چی گفته باشد؟ یک چیز را بزرگ، یک چیز را حلال گفته باشد حلال است، یک چیز را خوب گفته باشد خوب است، یک چیز را الله بد گفته باشد هر چقدر تمام انسان ها این چیز بد نیست گویند هم این در نزد الله بد است، یا که الله چیز را گفت که خوب است. هر چقدر نفس ما، هر چقدر فکر ما، هر چقدر علم ما که نمیرسد و که تمام انسان ها جمع شد این گفت که این چیز خیر نیست، این چیز خوب نیست، این در نزد الله خوب باشد، در نزد مسلمان هم باید خوب باشد. و الکبیرة حقیرة فی کرم الله. گناه بزرگ در نزد کرم فضل خداوند یک چیز ناچیز است. الله اگر خواهد گناه کلان را هم غیر از شرک، تمام گناه کلان را با فضل و کرمش میتواند که این چیز را، یک گناه را نیست نابود کند. و اذا اصررت علی الصغیرة، ولی اگر تو در گناه خرد پافشاری کنی، بر دائم این گناه خرد را دوام دهی، ترک نکنی و گویی که از گناه خرد چی میشود، یعنی این گناه خرد است، اون گناه کلان نیست، هیچ چی نمیشود، بر دوام اگر با اصرار اگر دوام دهی، صارت کبیرتن، اون گناهی که خرد گفتی و دوام دادی، گناهایی که مثل گرگ بودن 50 گرگ یا 100 گرگ شدن، اینها در آخر یک که میشوند، یک چیزی کلان، یک چیزی ترناک، یک چیزی ضررناک میشوند. صارت کبیرتن، این گناهی خرد جمع میشوند با چی مبدل مییابند، تبدیل مییابند به گناهی کبیره، به گناهی کلان. این گناه هنگامی که کلان شد چی میشود؟ هلاک انسان نزدیک، انسان را به هلاک میبرد، به پشیمانی میبرد، به بیچارگی، به ذلت، به تحقیر. لان السم یقتل مع صغره، زیرا هر چند زهر هر چقدر کم باشد هم انسان را میکشد. و صغیرة کالشرارة من النار، گناهی کوچک مانند شراره آتش، مانند لخ میگویند، یا که یک پارچه آتش. و شرارة قد تحرق بلدة، بسیار وقت می شود که شراره، یک پارچه آتش، یک ذره آتش، آتشی که خرد کک است، می تواند یک شهر بزرگ را بسوزاند. بله، الله متعال چیزی که خواندیم استفاده و افاده برای همه ما و شما نصیب گرداند و با اخلاق حمیده همه اخلاقای ما را تزیین گرداند. والحمد لله رب العالمین. فصل وسلم على المصطفى.